نماسته. درود دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو ادامه ویدیو قبلی با موضوع افزایش عزت نفس هستش که میخوایم در ادامه بررسی کنیم ببینیم دیگه چه مواردی وجود دارن که باعث میشن عزت نفس ما افزایش پیدا کنه. مورد بعدی که کتاب گفته اینه که از دیگران انتقاد نکنید. وقتی شما همش دائما دارید از دیگران انتقاد میکنید، ازشون ایراد میگیرید، تو دراز مدت باعث میشه که دوستاتون، آشناهاتون و هر کسی که ازشون دائم انتقاد کردید رو از دست بدید. همچنین انرژی منفی که به دیگران میدید با این کار روی زندگی و نشاط و شادابی خودتون هم تاثیر میذاره. پس انقدر روی بهتر کردن خودتون و زندگیتون تمرکز کنید که اصلا وقت نداشته باشید بخواید از دیگران ایراد بگیرید، ازشون انتقاد کنید. مورد بعدی میگه که دیگران رو قضاوت نکنید. اینو خب هممون میدونیم که آدما رو باید همون جوری که هستن قبول کنیم و بپذیریم و دست از این کار که هی بخوایم اونا رو عوض کنیم، رفتاراشون رو کنترل کنیم باید برداریم. همچنین میدونستید وقتی شما یه نفر رو دارید قضاوت میکنید، اون چیزی که در اون شخص وجود داره و شما رو آزار میده در واقع چیزی است که تو وجود خودتون هم هست. یعنی در واقع شما دارید با قضاوت کردن اون شخص خودتون رو قضاوت میکنید. پس از این به بعد وقتی دارید از یه چیزی گله میکنید توی شخصی و اون رفتار رو در اون شخص قضاوت میکنید، برگردید به خودتون نگاه کنید و از خودتون بپرسید که آیا این رفتار اون شخص تو منم وجود داره که انقدر داره باعث آزار من میشه. ممکنه یکی همش دیر کنه، سر وقت نرسه به قرارهاشون. از خودتون باید بپرسید که آیا منم اینجوریم؟ آیا منم به موقع میرم سر قرار یا دیر میکنم؟ پس نسبت به چیزایی که تو دیگران شما رو آزار میده حساس تر شید تا با این کار خودتون رو بهتر بشناسید. احساس گناه نکنید. ما تو تمام طول زندگیمون به این احساس عادت کردیم. از دوران کودکی، جامعه، مدرسه، مذهب این احساس رو در ما تقویت کردن. در دوران کودکی با مقایسه کردن ما با بچه‌های دیگه و اینکه رفتارهای بدمون رو به رومون می آوردن، یا مثلا پدر مادرمون میگفتن که بچه فلانی فلان کار کرده، یا تو اگه منو دوست داشتی فلان کار نمی‌کردی. این احساس گناه رو در ما به وجود آوردن و ما هم اون جمله معروف مامان بابای فلانی اجازه میدن که فلان کارو کنن رو سریع به روشون می آوردیم و با این کار ما هم میخواستیم که به اونا احساس گناه بدیم و رفتارشون رو کنترل کنیم. این واضحه که چیزی که شده رو نمیشه تغییرش داد و اتفاقی که افتاده زمان رو هیچ کس تا حالا نتونسته به عقب برگردونه. پس کاری که ما باید بکنیم اینه که تمرکزمون رو از اون اشتباهی که در گذشته انجام دادیم برداریم و رو زمان حال بذاریم و از اون اشتباه فقط برای عملکرد بهتر تو الان و تو این لحظه استفاده کنیم. به صدای منتقد درونتون گوش ندید. بدترین دشمن همه ما آدما خودمونیم. اون شخصیه که داریم تو آینه نگاش میکنیم و استثناء وجود نداره. هممون درون مغزمون یه صدایی هست که دائم داره از ما انتقاد میکنه، ازمون ایراد میگیره، سرزنشمون میکنه و کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که اون صدا رو گوش کنیم ولی حرفاشو قبول نکنیم، چون نمیتونیم ازش فرار کنیم، نمیتونیم اون صدا رو ساکت کنیم. هیچ کس نمیتونه همچین کاری کنه. فقط گوش میدیم و قبول نمیکنیم حرفاش رو. به جاش به اون صدای مهربون و دلسوز و حمایتگری که تو ذهنمون هستش گوش میدیم و حرفای اون رو قبول میکنیم. و هر وقت اون صدای منتقدگر درونمون شروع کرد به چرت و پرت گفتن، حالش رو میگیریم، میگیم برو پی کارت، حوصله‌مو داری سر میبری، اصلا بهش اهمیت نمیدیم. برای این کار میتونیم از مدیتیشن استفاده کنیم که بسیار مؤثره. واقعا مدیتیشن معجزه میکنه. ذهن آگاهی و مدیتیشن. اگه شما جزو افرادی هستید که یه صدایی تو مغزتون هست که دائم داره اذیتتون میکنه، سرزنشتون میکنه و تو مختونه، حتما از مدیتیشن استفاده کنید. با دیگران رقابت نکنید.
زندگی مسابقه نیستش که ما بخوایم دائم با همه رقابت کنیم، از این بهتر باشیم، از اون بهتر باشیم. تنها کسی که باید باش رقابت کنیم خود دیروزمونه. کسی که عزت نفس بالایی داره اصلا لزومی نمیبینه که از کسی بهتر باشه یا با کسی رقابت کنه. اون شخص میدونه که بهترین عملکرد خودشو داره میذاره و همه چیز نتیجه نیستش، مهم مسیره که ازش لذت میبره و تلاش میکنه تا به مقصدش برسه. شما باید همه پتانسیل و توانایی خودتون رو ببینید و برای اینکه به اون نتیجه عالی و بهترین نتیجه برسید تلاش کنید. همین. به قولهاتون عمل کنید. وقتی که شما تعهدی میدید، وعده‌ای میدید و بهش عمل نمی‌کنید، اعتماد دیگران نسبت به شما از دست میره و از همه مهمتر اعتماد خودتون نسبت به خودتون از دست میره. وقتی که شما قولی میدید و بهش عمل نمی‌کنید، انگار که دارید میگید حرفا و تعهدات من هیچ ارزشی ندارن، پس من هم بی‌ارزشم. هر کاری که انجام میدید سعی کنید صد خودتون رو بذارید و قولهایی ندید که نمیتونید بهشون عمل کنید. همیشه سعی کنید وعده های کوچیک بدید ولی با نتایج کامل و عالی. این باعث میشه که مردم به شما احساس خوبی پیدا کنن چون شما بیشتر از سطح انتظار اونا عمل کردید. اینطوری خودتون هم استرس کمتر و آرامش بیشتری دارید. قدمی به سمت آرزوهاتون بردارید. هر کاری که فکر میکنید میتونید انجام بدید و خیال میکنید که از پسش برمیایید رو شروع کنید. جسارت با خودش جادو و قدرت میاره. وقتی که شما میشینید تجسم میکنید اون زندگی که میخواید و آرزوهاتون رو 100% میدونیم که کافی نیستش. این حرف کلیشه‌ایه ولی حقیقته. شما باید نهایت تلاش خودتون رو بکنید تا به اون چیزی که میخواید برسید. هر کاری که فکر میکنید برای نزدیک شدن به اون هدف نیاز دارید رو انجام بدید. هرچند کوچیک باشه، هرچند یه قدم کوچیک بهتر از هیچ کاری نکردنه. من یه روشی رو در پیش گرفتم که هر روز هر کاری که برای نزدیک شدن به اهدافم در اون روز رو انجام دادم می نویسم توی دفترچه کوچیک. این کار به شما خیلی انگیزه میده. حرف زدن کافی نیست، عمل کنید. شما همون چیزی هستید که انجام میدید، نه اون چیزی که میگید. هر بار که شما یه حرفی میزنید و بهش عمل نمی کنید، عزت نفستون خیلی ضربه میخوره. منتظر زمان مناسب نباشید. زمان مناسب هیچ وقت فرا نمیرسه. هر کاری که میخواید انجام بدید همین امروز شروع کنید انجامش بدید. سال بعد از خودتون تشکر میکنید که امروز اون کاری که میخواستید رو شروع کردید و به نتیجه رسیدید. به قول حسین عربزاده که همیشه میگه We have inner work to do. ما کار درونی داریم برای انجام دادن، کارهایی برای بهتر کردن احوالات درونیمون که اولش با شناختن خودمون شروع میشه. شما چقدر خودتون رو میشناسید؟ نظراتتون، ارزش‌هاتون، نظرتون در مورد جهان، نظرتون از همه مهمتر در مورد خودتون، خواسته‌های قلبیتون، اینا همه چیزایی هستن که شما باید در مورد خودتون کاملا بدونید و آگاه باشید. چند تا سوال میخوام ازتون بپرسم که سر فرصت حتما بشینید بهش فکر کنید و جواب بدید. فقط خودتون جواب بدید و نظرات دیگران رو نپرسید. سوال اول، چه چیزی تو زندگی به شما انرژی میده؟ سوال دوم، خواسته قلبیتون چیه؟ از انجام چه کاری واقعا لذت میبرید؟ دوست ندارید که چه کارایی رو انجام بدید؟ آیا تو زندگی مشغول کارهایی هستید که دوست ندارید اونا رو انجام بدید؟ چرا؟ نقاط قوت شما چیا هستن و چطور به شما کمک میکنن تا به مشکلاتتون غلبه کنید؟ نقاط ضعفتون چیا هستن؟ همطور که گفتم نظرات دیگران رو نپرسید و کاملا نظر واقعی خودتون رو بگید و این سوالا رو حتما جواب بدید. البته که سوالهای خیلی بیشتری هم هستن که میتونید توی گوگل سرچ کنید. سایت های مختلفی وجود دارن که تست خودشناسی میگیرن از شما. این اولین قدم میتونه باشه برای شناختن خودتون و بهتر کردن حال درونتون. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. سرشار از نور و عشق باشید.